خبر وفات نغمه در میان صفحات مجازی افغانستان نشر شده است. این خبر تا چه حقیقت داشته است؟ آیا به واقعیت نغمه هنرمند مشهور در کشور امریکا وفات کرده است؟ دلیل جدا شدن نغمه از همسر دومش چی بوده است؟ نغمه در امریکا توسط چه افراد حمایت می شود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنر موسیقیش را از سن 18 سالگی آغاز کرد. وی پشتون می باشد ولی بزرگ شده شهر زیبای کابل است. وی برنامه‌های هنر موسیقیش را از سن 18 سالگی بدین طرف ادامه می دهد و از طریق هنر موسیقیش درآمد خوب هم داشته است. نغمه در 18 سالگی با منگل ازدواج کرد، اما دیر نگذشت نغمه از همسر اولش جدا شد و در کشور امریکا بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دوم نغمه موج انتقادات را به همراه داشت، اما نغمه در کشور امریکا مانند قبل به کارهای موسیقیش می پرداخت. این همه در حالی است که تعداد تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه حقیقت داشته است و نغمه در کشور امریکا اکنون در چه وضعیت به سر میبرد. ولی ما آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا داریم. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به الله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.